حرکت کنیم ماه مبارکم هستی الحمدلله به عدد شکر خدا خواهد من 4-5 روزه که دیگه موند انشاءالله که همون تیاری انشاءالله خدا خواهد به نمازها تیاری به ترابه انشاءالله خدا خواهد تیاری به روزه انشاءالله خدا خواهد نمون کمر همت بسته خدا خواهد آیلوی انشاءالله خدا خواهد هممون روزه دار باشیم هممون عبادت الله کنیم خدا خواهد این یک ماه روزه مهمان برادر یک ماه روزه میگد آید از بهشت روزه از طرف بهشت میاد بوی خوب داره بوی خوش داره انشاءالله خدا خواهد مؤمن ها باید که راحت کننش در کار غمگین نشدن در کار او حکومت ای خوردن موندم ای 20 موندم ای 40 موندم ای مرکو توی نمیشه ای بزرگ خوردنش موندم نه خرسان شه انشاءالله خدا خواهد با خرساندی قبولش کن خدای تعالی آتش دوزخ جسد حرام میکنه کسی که میگه اگر خرسان شو با پیشوازگیری چی ماه مبارک این ماه فیضش عموما دیگه عموما پیامبر بزرگ میگه 3 دهه تقسیم شده 3 دهه مثال اوسطها اولها رحمتون و اوسطها مغفرتون و آخرها عتق من النیران 10 روز اگر روزه رو گیری رحمت خدا در لایق میشه خدا به نظر رحمت نگاه میکند 10 روز میونش گیری مغفرت گناه تمام گناه الله 1 سالش نیست که میپرته و 10 آخر گیری عتق من النار از آتش دوزخ الله خلاص میکنه من فیضش من درجهش 3 دهه 3 خصوصیت داره ببینید 3 خصوصیت از این خصوصیت ها باید ما محرم نشیم انشاءالله خدا خواهد ای حاضی مشق کنی هر روز نمروز گیر منم ما باید که ما شما مشق کنیم بد یک هفته نه یک بار دو بار گیرته اگر آدم عادت کند گرنگ نمیشه بعد که من نمیکنم یک بار روزه میگیری بعد 3 روز 4 روز لاحظ میشه ای که اگر گرفته گرده که فرق نداره پیامبر صلی الله علیه و 15 روز ماه شعبان میگرفت 15 روز آخرش میخورد تیاری میدید بچی ماه مبارک گاه سنجیدن در کبت خداتونه انشاءالله خدا خواهد کنی به همین آدم عدد میکنه دخت لاحظ نمیشه یا روز 2 روز مونده نمیشه رفتن میگیری با هم قوت همون گب همون رفتار میشه لیکن افسوس هم نمیکنیم برای بعد آزار میکشیم لیکن آزاری نداره میگه بنده میگه میترسد از تشنگی میترسد از گشنگی خدا خودش انشاءالله آسان میکنه خدا خودش قوت میده نترسه میگه ای تشنگی از تشنگی میگه لرزانی نترس ای گشنگی نترس خدا خودش آسان میکنه نگاه ما رمضان خدا خواهد بی افسری هم روزه میگیریم یکی وقت هم میخیزیم که هفته برمده میخیزیم که وقت گذشته میسون با هم روزه با خوردگی نه با قوت احلا بلند میتیم خوردگی نه با قوت بلند مثل میدیم در ماه رمضان 18 ساعت 19 ساعت روزه گرفتیم تو روی وزی چند قای من از سکسکر قسقه شده اومدن میگیرم من ساعت 9 روزه 8 نیم روزک شده که جو موشید تو رو می موی سرطان ده حوضی خدا خواهد چه من از ساعت 15 کم 6 نه 6 دسته 7-8 2 ساعت از عقیب اومدیم ای پیشی نه یا که 2 ساعت ای بومداد پیش اومدگیم چون که ساعتی هم چی میخستیم 2 میخستیم 2 نخستیم 3 نم ده محکم کرد نکن مثال چون که قسقه چیده میرفت وزی که دولی هم درازه کم قسقه میشه برای خدا خواهد انشاءالله روزای کوته من با روزای بیکاره چیگی الحمدلله که اگر بر زمین شوا 2 روز کچکه میشوندگیسی الحمدلله دیگه کنی کار درمی فقط خواه میخیساری همه خورده خواه هممون همتره
برای همین خدا خواهد که روزکا غنیمت دونسته، اما ما خدا خواهد اویلام که گیریم شاید الله راضی شد. خدا خواهد چون که تا سال دیگر الله میدوند. میرسیم نمیرسیم. مثلا چند تا کنی روزه داره، چند تا پیرک یا چند تا نماز خونه ایبن برفت یک سال در نشینه. این همی خیلی حیات، بلکه نوبت ما و شما میرسه در این سال. همین همیشه چکا کنیم پیوسته انشاءالله طاعت عبادت روزانه چکا کنیم میونی کمر همت بسته خدا خواهد تیاری بینیم. الله خودش انشاءالله مددگار میشه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین. بسم الله الحمدلله الصلاة و السلام علی رسول الله پاک و پروردگار. آنچه مسائلی که ذکر کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی، در دلهای مایان نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام را جاگیر بگردانی، از بلاهای ارضی و سمایی در پناه خود نگهبان باشی. صاحب شد گذشتگان همین اهل جمعیت، همین مسجد آباد که رفتگیام خدا طریق رحمت شایسته جنت بگردانی. ما زنده ها را در حفظ و پناه نگهبان باشی تا دمیدن صبح از بلاهای ارضی و سمایی خدا آنها خود در پناه نگهبان باشی. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله